الان بچه ها من کوروشم اومدم بهتون آموزش بدم که چگونه کسب درآمد دلاری بکنیم از ارز جدید. بکنم ارز باشه، اسمش نات کوینه. بچه ها گفتن که این قرار داخل بازار لیست بشه و قیمتش حدود 6 سنت یا کلن بستگی داره بره بالا یا نه قیمتش. خب بچه ها قبل از این ویدیو کانال من رو سابسکرایب کن، این ویدیو هم لایک کن، یک کامنت انگلیسی هم بذار ثابت نپره، عشق من. پس بزن بریم برای این آموزش. قبل از این آموزش هم کانال من هم سابسکرایب کن یا فالو. بریم بچه ها وارد برنامه تلگرام میشید. شما همینطور که میدونید خیلی ها خبر دارن از این نات کوین ها. شما وقتی میاین پایین داخل نات کوین، امروز اومدیم بهتون آموزش بدیم. بله، هم کسب درآمد دلاریه هم کسب درآمد. بگم برای شما چجوری. میخوایم امروز یه رباتی رو نصب کنیم روی این برنامه که تون سکه های نات کوینمون رو جمع کنیم و استخراج کنیم. استخراج بشه دیگه. بچه ها وقتی که بالا بیاد من یه رباتی رو نصب کردم روی این که میتونه وقتی که من نیستم برام نات کوین جمع کنه. الان بهتون آموزش میدم که چجوری این ربات رو نصب کنیم. همینطوری که میبینید بچه ها اینجا این ربات رو من منظورم شاید شما داشته باشم. من یه روش دیگه هم بهتون آموزش میدم. فعلا این آموزش بدم که چجوری نات کوین هامون رو سریع جمع کنیم. شما اول کافیه 20,000 سکه جمع کنید و در قسمت این موشک، اسمش رو نمیدونم حالا، این موشک کلیک میکنید و وارد همچین صفحه میشید. خب میاید پایین بچه ها این ربات رو باید بخرید. شما تاپ بات رو وقتی خریدین بچه ها 20,000 قیمتی من خریدمش. بچه ها وقتی شما این ربات رو بخرید، وقتی که شما آنلاین هم نیستین آفلاین میرین بیرون از برنامه، بعد خودش برای شما سکه یا همون نات کوین ها رو استخراج میکنه. بچه ها دیگه بگم براتون یه روشی دیگه هم هست که از این قسمت که هر روز به شما میده این بخشا رو. ما بریم یک شو میزنیم، البته پرم هستش خیلی لازم نداریم. خب بچه ها شما خسته نشین از دست که کلیک میکنید. اومدیم یک کلیکر خودکار به شما بگیم که راحت با این برنامه کار کنین و کلیکر. خب بچه ها وارد فروشگاه پلیتون میشین. وقتی که وارد فروشگاه پلیتون میشین این برنامه کجاست بچه ها؟ بذارین کلیکر خودکار. همینطور من برای شما دورش خط میکشم. شما میتونید وارد برنامه فروشگاه پلی بشید و اینو دانلود کنید. اینو دورش خط کشیدم بچه ها. وقتی که وارد این برنامه میشید دانلودش کردید، وقتی دانلودش کردین با هم صفحه میاد. خب بچه ها صبر میکنید تا این لود بشه. خب بچه ها صبر کنین چقدر صبر کنین. خب صبر میکنیم. خب این شروع میزنید، بعد شما حالت چند نقطه ای رو میزنید شروع، بعد شما وارد اون رباته میشه. خب حتما میگی چجور کار میکنه. خب اینجا رو میبینید، این یک پنلیه که به ما داده. شما روی علاوه میزنید. مثلا یک و دو رو اینجا قرار میدم. من یک و دو رو اینجا. حالا چرا کندن اینا بچه ها؟ اینو استاپ میکنید. میتونید هر چند تا خواستید کلیکر اضافه کنید روی این دکمه به علاوه یا به اضافه. خب بچه ها میگید چرا دیره؟ خب شما میتونید این داخل چند ثانیه کلیک کنه. به شما توصیه میکنم روی 4 ثانیه بذارین، چون که روی 1 ثانیه بذارین هنگ میکنه و همون یک کم دوباره روی 4 ثانیه میتونین دوباره. بعد بچه ها اینو میزنید و همین راحتی داره در بهترین سرعت و پرسرعت ترین داره برای شما استخراج میکنه. خب بچه ها من اینو نگه میدارم
چون یکم هنگ میکنه وقتی 4 ثانیه میذارید. خب این بخش اول چیه؟ این بخش برای اضافه کردن همون مخزن یا نات کویناتونه که وقتی اینا میخرین هی 500 تا به مخزن نات کوینتون اضافه میشه و بعد از چند وقتی که پر شد شما میتونید اونا رو استخراج کنید. و این قسمت بطری که میدونید خودتون فکر کنم شاید بلد باشین. این برای چه قسمتی بود؟ صبر کنین یادم بیاد. این قسمت برای اینجا بود. خب بچه ها اینجا وقتی که میزنید اینا هر ضربه ای 8 تا دارن نات کوین استخراج کنه. شما اینو لولش رو وقتی ببرین بالا، مثلا من یه لول آپدیت کردم، صبر بکنیم بیاد. الان انجام نشد، برای چی نمیدونم. صبر کنیم وقتی که اینو لولش رو آپدیت میکنیم میبریم بالا. خب الان 8 تا بود دیگه بچه ها. وات چی شد بچه؟ درسته، این مخزن برای مخزن بود، 5000 تا شد. و این گزینه ببخشید، این گزینه بالا که یک علامت دسته، این برای چیزه، اون کلیکرمونه که میزنیم بچه ها. خب از این قسمت میتونی این قسمت رو فعال کنی. مثلا من الان نشونتون میدم. وقتی این قسمت رو فعال میکنین میتونین سکه بیشتری جمع کنین. خب حالا این فعال شد بچه ها. همچنان که کلیک میکنین، حالا کلیکر رو، این یک هواپیما اینجا ظاهر میشه، روی کلیک میکنید. بعد از مدتی یه چند دقیقه صبر میکنیم و بچه ها ببینید 2 برابر 4 برابر شد. نگاه کنین، خیلی ترفند خوبیه برای جمع کردن نات کوینامون. از این مخزن هم کم نمیشه. و دوباره ظاهر شد بچه ها، میتونیم بزنین و این دفعه بکنم چند برابرتر میشه. خب بچه ها این میتونیم با این روش خیلی زود نات کوین جمع کنیم و قرار جدید قیمتش لیست بشه و توی این بازار صرافی ها بفروشن و خرید و فروش بشن. امیدوارم بتونی نات کوین های بیشتری جمع کنی. خب بچه ها این از ویدیو امروزمون بود. بچه ها اگه سوالی داشت داخل کامنت ها بهم بگید. عشق منید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. این ویدیو رو هم لایک کن.